طی چند روز اخیر حمله‌های طیاره‌های بی سرنشین یا درون به منطقه روسیه مخصوصا به پایتخت آن شهر مسکو و ناحیه‌های گرد و اطراف آن که به نام پدماسکوف شناخته شده است اوج گرفته است. حمله‌ها با استفاده از درون‌ها که باور می‌رود از طرف اوکراین به سوی شهرهای روسیه از جمله به سمت پایتخت آن شهر مسکو و اطراف آن پرتاب کرده می‌شوند. تا کنون شاید خسارات جدی به جا نگذاشته باشند، ولی از لحاظ روانی به ذهن ساکنان روسیه تاثیر منفی دارند، چون که حمله ها نشان میدهند که دامنه جنگ روسیه به ضد اوکراین تا به در خانه خود آنها رسیده است. صبح 22 آگوست سال 2023 شهردار مسکو سرگئی سابیان و والی ولایت مسکو اندری ورابیوف از سقوط دادن دو درون در ادینسوو و کراسنogorsk خبر دادند. گفته می شود شاید هدف درون که در کراسنogorsk سقوط کرد بناهای حکومت ولایت مسکو باشد، زیرا آن نه چندان دورتر از جای حادثه این بنا جاگیر شده است. بنا به گفته این دو منصبدار روس، نیروهای ضد هوایی هر دو درون را زده به زمین افکندند. ضمن این عملیات یگان تلفات جانی به قید گرفته نشده است، ولی تلگرام کانال شاد و بعض که به مقامات قدرتی روسیه نزدیکند از جای حادثه چندین عکس و ویدیو را نشر نمودند که طور در آنها دیده می شود بر اثر این حمله درون ها شیشه های تریزه های خانه های استقامتی بلند آشیانه شکسته و چند ماشین هم آسیب دیدند. این حمله درون ها باعث گردید که فرودگاه های ونوک و دمدید و موقتا کار خود را قطع نموده طیاره های در فضا بوده را به دیگر فرودگاه ها بفرستند. در همین حال وزارت مدافع روسیه نیز تصدیق نمود که نیروهایش دو درون را در فضای ولایت مسکو سقوط دادند. دو درون دیگر را در آسمان ولایت برینسک با ایجاد کردن موجهای رادیو الکترونی از کار برآوردند. یک روز پیش 21 آگوست سال 2023 نیز دو درون که گویا به گفته مقامات روسیه شهر مسکو را هدف گرفته بودند در ولایت مسکو سقوط کردند. مدیر شبکه تلویزیونی ارتی مارگاریتا سیمانیان که او را پروپاگاندیست رقم 1 در روسیه میشناسند خبر داد که یک درون نه چندان دورتر از خانه او که در ناحیه ایسترا یک منطقه امن و مکان زیست چندین تن از منصبداران والامقام روس جایگیر شده است افتیده است. مقامات روسیه روز 21 آگوست گفته بودند که ضمن این دو حمله درون ها دو نفر آسیب جسمانی برداشته، یکی آنها به بیمارستان انتقال داده شده است. همزمان بر اثر این حمله ها روز 21 آگوست همه فرودگاه های مسکو موقتا کار خود را قطع نموده نقشه کاویار را برای ماندند که طبق آن 45 طیاره که می باید در این فرودگاه پایین می اومدند به فرودگاه های دیگر شهرهای روسیه فرستاده شدند. همچنین در همین روز 21 آگوست سال 2023 فرودگاه نظامی شایکوف که در ولایت کالوگا نیز هدف حمله درون ها قرار گرفت که در نتیجه دو طیاره جنگی روسیه آسیب دیده است. در سانحه 19 آگوست نیز یک فرودگاه نظامی روسیه در ولایت نیژنی نوفگورود زیر حمله طیاره های بی سرنشین قرار گرفته بود که در نتیجه یک طیاره جنگی بمب افکن نو تو 22 پر آتش گرفته کارنوشای هم گردید. باید یادآور شد که حمله طیاره های بی سرنشین به پایتخت روسیه شهر مسکو از اول ماه سال 2023 آغاز شده در ماه آگوست اوج گرفتند. تنها در 3 هفته اول ماه آگوست مسکو 5 مرتبه زیر حمله درون ها قرار گرفت که دو دفعه اون به مسکو سیتی، یکی از مرکزهای تجارتی که با بناهای آسمان بوسش مشهور است، راست می آید. اگرچه حمله های سرشمار درون های اوکراین هرچند خسارات چشمرس به جا نمی گذارند، ولی بازتاب آن در واسطه اخبار عامه و تاثیر تبلیغاتی آن به ساکنان روسیه به خصوص به آنهایی که از جنگ طرفداری میکنند فکر میکنند که آنها دور از میدان جنگ در شهرهای بزرگ به زندگی روزمره خود در شرایط امن به طور دائمی ادامه میدهند. ولی هجوم درون ها نشان میدهد که جنگ تا به کوچه آنها آمده است و دیر یا زود در خانه آنها را نیز میتواند بکوبد.